آموزگاران برخی از مؤسسه‌های تحصیلات همگانی تاجیکستان به وزارت معارف و علم پیشنهاد کردند که سازمان مکتبی را با نام پیروی پیشوا تأسیس دهند و طلبه‌های صنف‌های بالایی را به آن اعضا کنند. پیروی پیشوا یک ساختاری مانند به کامسامال زمانی شوروی می شود که به گفته مؤلفانش خلای ایدئولوژی را در بین نورسان پر خواهد کرد. مقامات وزارت معارف میگویند این پیشنهاد را آموزگاران شفاهی و خطی پیشنهاد کردند ولی آن هنوز در سطح رسمی بررسی نشده است. سمرالدین افغانوف یک نماینده وزارت 19 می بر رادیو آزادی گفت احتمال این ایده تا سال نو تحصیل بررسی شود. حالا صنف‌های 9 تا 11 مکتب‌های تحصیلات همگانی تاجیکستان عضو سازمان مکتبی سامانیان جوان هستند که چند سال پیش تأسیس شد و آن را بخشی از تلاش‌های حکومت تاجیکستان برای ساختن هویت ملی می‌دانند. موسی اساس‌زاده مدیر مکتب رقم 88 شهر دوشنبه و یکی از جانبداران تأسیس سازمان پیروی پیشوا روز 19 می بر رادیو آزادی گفت او طرفدار متین این ایده است که متحدی را تشویق می‌کند. و گفت من گمان میکنم که این فرزندان دوره استقلالیه با زمان متحدی فرزندان ما بیشتر میشود. یعنی همین پیشوای ملت که در همین قدر سال خدمت‌های زیاد کرده است، در اطراف خدمت‌های همین مردک باید کارهای عملی شوند که برای پیشروی جامعه ما مساعدت کرده تواند. پیشنهاد تأسیس سازمان مکتبی پیروی پیشوا در حال صدا می‌دهد که حالا کمیته کار با جوانان معرکه بزرگی را با نام ما جوانان پیروی پیشوای ملت راه اندازی کرده است. در چارچوب این معرکه گروهی از جوانان فعال به شهر و ناحیه‌ها سفر کرده میان همسالان خود صلح و وحدت و بخصوص خدمت‌های رئیس جمهور را تشویق می‌کنند. سعدی نمازوف کارشناس جوان تاجیک میگوید تلاش‌ها برای تأسیس سازمان پیروی پیشوا و برگزاری معرکه‌های سرتاسری با نام جوانان پیروی پیشوای ملت پرقوت کردن ایدئولوژی رهبری قوی است که مردم در گرد او متحد شوند. او با اشاره به قبول قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که سال 2016 قبول شد گفت پس از قبول این قانون مشخص شد که امامعلی رحمان برای همیشه باید شخص اولی تاجیکستان باشد. با گفته او پیشنهادات در اطراف پیشوای ملت تشویق و مستحکم کردن همین ایدئولوژی است. با قول سعدی نمازوف هدف از این ایده ظاهرا در دل کودکان جای دادن محبت بر رهبری کشور است. به نظر منتقدان حکومت تاجیکستان چنین پیشنهاد یکی دیگر از علامت‌های کشش شخص پرستی است که سالها باز ادامه دارد. در کشور اول بر رئیس جمهور فقط جناب عالی میگفتند که حالا با پیشوای ملت تبدیل شده است. پیشوازهای پردبدبه و شیرخوانی‌های کودکان در وصف پرزیدنت، کشتی گل و گلزار در راه بازدید او، ستایش رئیس جمهور در صحنه و گذاشتن عکس‌هایش حالا به یک رسم عادی تبدیل شده است. امامعلی رحمان که بیشتر از 20 سال پرزیدنت تاجیکستان است، سال 2017 را سال جوانان اعلام کرده است و اکثر اقدام و پیشنهادهایی که صورت می‌گیرد به زندگی و کار جوانان مربوط است.